سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من علی چناشی هستم و شما مخاطب چنل تیکست هستید. از سری ویدیوهای معرفی رشته‌های دانشگاهی میرسیم به معرفی رشته مهندسی هوافضا. طبق روال سابق مقاله کامل معرفی این رشته توی چنل تلگرام هست که لینکش رو توی دیسکریپشن واسهتون میذارم. حتما برید مطالعه کاملش رو انجام بدید. مهندسی هوافضا یکی از شاخه‌های مهندسی مکانیکه و اصلا از اسمش این تصور رو نکنید که ربطی به فضانوردی یا نجوم و ستاره شناسی داره. هیچ ربطی به این موضوعات نداره. در واقع همونطوری که گفتم یکی از شاخه‌های مهندسی مکانیکه و در اصل برمیگرده مجددا دوباره به طراحی، تحلیل و ساخت ابزارآلات. حالا تفاوتش با مهندسی مکانیک کجاست؟ اینکه این طراحی ساخت مربوط میشه به در واقع ساخت وسایل پرنده هوایی مانند هواپیما، بالگرد، گلایدر، موشک، شاتل، ماهواره، فضاپیما جنگنده و حالا در واقع هر وسایل هوایی که وجود داره. ببینید در واقع هدف این رشته فراهم کردن شرایطیه که فارغ التحصیل اون بتونه توی زمینه طراحی ساخت و آزمایش صنایع هوافضایی فعالیت بکنه. همونطور که گفتم اشتباه قابل توجهی که بسیاری از افراد دارن اینه که در واقع فکر میکنن این رشته مشابه بسیاری از رشته‌های همنام خودشه، مثلا کارشناسی هوانوردی یا خلبانی و غیره که گفتم هیچ ارتباطی به اونها نداره. خب یک سری دانشگاه‌های خوبی توی ایران وجود دارن که جزو دانشگاه‌های برتر هستن توی این رشته. دانشگاه صنعتی شریف طبق روال سابق که همیشه بهترین بوده، دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیری و دانشگاه شهید بهشتی. یه نکته مثبتی که راجع به این رشته وجود داره اینه که تعداد دانشگاه‌هایی که در واقع دانشجو میپذیرن توی این رشته تعدادش کمن و در واقع تعداد دانشجوی پذیرفته شده در هر سال تحصیلی نسبت به رشته‌های دیگه که حالا رشته‌های مادر هم هستن مثل مهندسی مکانیک، کامپیوتر، برق و غیره عدد خیلی پایین‌تری داره و این نشون میده که خب میتونن راحت‌تر وارد بازار کار بشن و آیا اینکه بازار کاری وجود داره یا نه جلوتر توی ویدیو خدمتتون اعلام میکنم. خب یک سری دروس از دوران دبیرستان قاعدتاً قراره باز به دردتون بخوره. ریاضی، فیزیک و حالا مقدار کمی شیمی حالا توی بحث خوردگی ها اینا، چون شما به هر حال قراره توی طراحی و ساخت وسایل هوایی مثل هواپیما، جنگنده، راکت و غیره فعالیت داشته باشید به دردتون میخوره. ولی اصل کار توی این رشته زبان انگلیسی و برنامه نویسی، یعنی شما باید یک زبان برنامه نویسی رو بلد باشید و حداقل یک زبان مانند زبان انگلیسی رو باید بهش مسلط باشید، چون خیلی از منابع در واقع ترجمه نشدن به خاطر اینکه این رشته تازه واردی هست و آنچنان توش فعالیتی صورت نگرفته. به خاطر همین خیلی از منابع علمی ترجمه نشدن و شما باید رفرنس بخونید که خب قاعدتاً باید مسلط باشید و اگر خب قاعدتاً قصد مهاجرت دارید باید زبان انگلیسی رو حداقل مسلط باشید و حالا اگر به کشور مهاجرت میکنید که زبان دیگری داره باید اون هم یاد بگیرید. یادگیری و تسلط بر برنامه‌ای مثل مطلب که موضوعش ریاضیاته برای همه رشته مهندسی مهمه. منتها برای مهندسی هوافضا جور دیگه مهمه، چون خیلی محاسبات شما دارید که حالا محاسبات ریاضی هم و باید کار با مطلب رو یاد داشته باشید که بتونید ازش استفاده بکنید. در کل مهندس هوافضا باید توانایی‌هایی که اینجا میگم رو داشته باشه: مهارت عالی توی تحلیل و حل مسائل، آشنایی با نرم افزارهای تخصصی، دانش فنی و دید مهندسی عالی، توانایی کار تیمی بالا. این خیلی مهمه، یعنی اگر شما منزوی و جامعه گریز هستید نمیتونید کار تیمی انجام بدید و قاعدتا رشته هوافضا مناسب شما نیست و پیشنهاد میشه که سمتش نرید. آگاهی کامل نسبت به اصول و قوانین مهندسی، تسلط کافی به زبان انگلیسی. کف رتبه قبولی این رشته توی دانشگاه‌های برتر رو توی این مقاله‌ای که بهتون گفتم آوردم، لینکش توی دیسکریپشن هست، حتما برید یه نگاهی بندازید که حدوداً دستتون باشه داستان از چه قراره. گرایش های این رشته توی دوره ارشد و دکترا به چه شکله؟ در کل 6 تا گرایش اصلی داره این رشته: آیرودینامیک، پیشرانش، مکانیک پرواز، سازه های هوایی، بررسی سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی و در نهایت مهندسی فضایی. زمین علمی تک تک این گرایش ها رو هم توی اون مقاله آوردم، میتونید از کانال تلگرامم دانلود بکنید و بخونیدش. و لازم به ذکره که ما این مقاله رو تقریبا از سایت فرادرس انتخاب کردیم و خب قانون کپی رایت ما باید این رو بیان بکنیم.
حالا مهمترین دروس دانشگاهی رشته مهندسی هوافضا چیا هستن؟ یک سری واحدها هستن که در واقع تمام رشته مهندسی رو پاس میکنن: استاتیک، دینامیک، مکانیک، سیارات. اینا چیزایی بود که من توی مهندسی مکانیک هم بهتون گفتم. ریاضی مهندسی، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، اینا همش تقریبا تکراریه. و در نهایت مهمتریناش که در واقع میشه تخصصی رشته هوافضا میشه آیرودینامیک، مکانیک پرواز، طراحی هواپیما، تحلیل سازه‌های هوایی، اصول جلو برندگی، زبان تخصصی و طراحی سازه‌های هوایی که واحدهای تخصصی شما هستن. حالا فارغ التحصیلان رشته مهندسی هوافضا توی چه کارها و صنایعی میتونن مشغول بشن؟ یه موردی که هست، حالا ما توی ایران آنچنان صنایع هوایی قوی نداریم متاسفانه. حالا یک بخشش غیر نظامی، یک بخشش نظامی. بخش غیر نظامی که حالا خودتون شاید هستید وضعیت به چه شکله، آنچنان هواپیمای درست درمونی نداریم. حالا در بحث مثلا شاتل، ماهواره، اینا کشور ما متاسفانه تعریف خاصی نداره. و اگر بخوایم بحث نظامی رو مطرح بکنیم، بحث نظامی خب کل بخش نظامی کشور دست سپاه پاسدارانه و اگر شما مشکلی با این قضیه ندارید که بتونید مثلا بخواید با سپاه پاسداران همکاری بکنید، حالا این رشته آنچنان واسهتون بد نیست. ولی کلیت این ماجرا یه نکته منفی داره، اینه که صنایع هوایی ما خیلی محدوده و قاعدتاً بازار کار محدودی داره این رشته. حالا شما در واقع مستقیما میتونید صنایع مرتبط با حوزه‌های هوایی و فضایی رو انتخاب بکنید که البته بازار کار محدودی داره همونطور که گفتم. از طرفی هم میتونید فعالیت بکنید به عنوان کارشناس تعمیر و نگهداری شرکت‌ها یا کارشناس تحقیق و توسعه در ساخت پایگاه‌های فضایی. و البته با توجه به مباحث آیرودینامیکی که پاس میکنید و استفاده آیرودینامیک در صنایع خودروسازی، شما میتونید یک ورودی به صنایع خودروسازی هم بکنید، گرچه آنچنان که به مهندس مکانیک نیازمنده به مهندس هوافضا واقعا نیاز نداره و باز هم یک محدودیت رو ما اینجا شاهد هستیم. و بخوایم ادامه بحث رو بریم، بازار کارش به چه شکلی؟ همونطور که گفتم محدودیت خیلی زیادی داره، مخصوصا باز برای خانم ها. حالا اگر قرار باشه راجع به امکان ادامه تحصیلش توی ایران صحبت بکنیم، ببینید این رشته توی ایران شاید مثلا 30 ساله که وارد شده و واقعا رشته جدیدی حساب میشه. هر سال جذبش از طریق دانشگاه سراسری و آزاد وجود داره و در واقع آنچنان هنوز اشباع نشده. شما میتونید با کنکور دادن وارد این رشته بشید و بعد از اون ادامه تحصیل بدید توی ایران اگر خواستید. گرایشش هم که در گذشته گفتم. امکان ادامه تحصیل توی این رشته در خارج کشور به چه صورته؟ صنعت هوافضا صنعتیه که واقعا پیشرفته حساب میشه و بازار قابل توجهی داره. توی کدوم کشورها؟ آمریکا، روسیه، چین، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی در واقع پیشگام هستن در این قضیه و شما میتونید اپلای بکنید و البته خب یک سری محدودیت‌هایی به خاطر ایرانی بودن دارید و باید این رو هم در نظر بگیرید. توی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بهترین کشورها به ترتیب آمریکا، روسیه، کانادا، چین، آلمان و انگلستان هستن و شما باید این رو در نظر بگیرید که وقتی میخواید مهاجرت بکنید از زبان انگلیسی رو که مسلط باشید به کنار، زبان اون کشور هم قاعدتاً باید بلد باشید. و موردی که خیلی مهمه و بهش پرداخته نمیشه اینه که دروس دانشگاهی این رشته تا چه میزان نیاز بازار کار رو پاسخگو هستش و میتونه تامین بکنه. در واقع یک مشکلی که ما این وسط داریم اینه که دروسی که توی دانشگاه تدریس میشه با چیزایی که توی بازار کار از در واقع اون مهندس میخوان، از اون فرد میخوان، فاصله فاحشی داره. پس اینو بهتون بگم که تحصیلتون توی دانشگاه کافی نیست و جدای از درس‌های دانشگاه باید مطالعات بسیار زیادی داشته باشید، کارورزی و کارآموزی دیده باشید که بتونید توی بازار کار در واقع خودی نشون بدید و حالا شغل مناسبی رو بتونید پیدا بکنید. و حالا یک موضوع جالبی که راجع به این رشته وجود داره، دانشکده هوافضا توی دانشگاه‌های صنعتی معروف به این هست که یک در واقع جو عرفانی داره، یعنی انسان‌های ارزشی، بسیجی و حزب اللهی توی اون زیاده و این رو باید در نظر بگیرید که آیا با این قضیه اوکی هستید یا نه. در واقع اگر علاقه داشته باشید میتونید با این قضیه کنار بیایید، ولی خب این داستان وجود داره و باید همه جوانب رو در نظر بگیرید. ویدئوی معرفی رشته هوافضا هم به پایان رسید. مقاله کامل این رشته توی کانال تلگراممون هستش که لینکش رو توی دیسکریپشن واسهتون میذارم و ممنون میشم که نظراتتون رو راجع به ویدئوهای ما با اون در میون بذارید تا ما بتونیم با کیفیت بیشتری واسهتون تولید محتوا بکنیم.